بسیار خوش آمدن زیاودین نورزاد. سلام علیکم. سلام علیکم، سلامت باشید. سال نوتان مبارک باشد. رمضان از شما مبارک باشد. سلامت باشید. تشکر برای اینکه دعوت ما رو پذیرفتید آمدید و من تا جایی که میدونم بیمار بودید و نگاه نکرده به بیماری خود سخن ما رو پذیرفتید، تکلیف شنونده رو پذیرفتید اومدین. یک زکام سبک است. سلامت باشید. و خاطر شما بلندی کرد. تشکر بهترین. و سر کدام کار بند هستید امروز ها که ما شما رو ناراحت کردیم شاید از دعوت کار کردیم؟ تا کارخانه، از خانه تا کار، یعنی یک زندگی تکراری همه روزه. بله. و پی ایجاد ترانه‌های نو هستم و الان چند لحظه پیشتر یکیش رو با شما تقدیم داشتم، یعنی تحت عنوان تو مرا بد نگو. بهترین. ولی ما در و نظر توجه است. کنید به عنوانش تو مرا بد نگو. بد نگو. خب این کی رو در نظر دارین شما؟ خب گپ صاحبش رو میابد. و سلام باشید. همین ترانه را میخوام شما پخش کنید و بعدا پای ایجاد ترانه های دیگر هستم و در نظر دارم که در سال 2022 نیز یک برنامه جدید کنسرتی برای هواداران، برای مخلصان سازنوا پیشنهاد کنم. هر سال شما تقریبا برنامه کنسرتی میمونید. بله. و ما میدونیم که البته کنسرت شما پر از نویگری ها است، اما ما را دعوت نمیکنید. سببش در چی است؟ شما میبینید شما برای چی نه؟ میدونید دعوت میکنم ما جو نمیرسد برای شما چون تعدادی آدم خیلی زیاد است، سلام باشین. ولی این سال فراموش نمیکنم. بهترین. سلام باشین. امروز تو سری کدام کار بند هستید؟ بیشتر آمدن سرود یا تهیه این سوال برنامه بود. ها؟ این سوال بود که شما با یک سوال رو از اولی برنامه تا آخر میگید. بر چند نفر فشرد کردیم. بهترین. خب برنامه چگونه هستند در رادیو؟ خیلی خوب هستن. مثل که شما مجری هستید، راوی هستید، من نیز همچنین برنامه دارم تحت عنوان یاد روزگار شیرین با شخصیت‌های معروف و شناخته کشور با ایشان صحبت میکنم. مثلا کی؟ مثلا خب آخرین هم صحبتم راستی یادم رفت، اصلا هنرمندان، آوازخوان‌ها، رسامان، شاعران، ادیبان، عالمان، اکادمیک‌ها، نویسنده‌ها و من نفرهایی که برای آبادی این وطن خدمت کردن با ایشان صحبت میکنم. یعنی از مورد خاطره های تلخ و شیرین بیشتر خاطره های شیرین برای شنونده های ما قصه میکنم. بله. خواندن سرود یا رویگی کدومش لذت بخش است برای شما؟ هر دو لذت بخش است. هر دو را دوست دارم چون توام هستند. یکی دیگری رو پره میکند، کامل میکند، ولی راوی بودن برایم مقدم تر است. بله. چون اصلا از همین راه آمدم من. از همین راه آمدم و جاده آوازخوانی را انتخاب کردم که این یک تاریخ دیگری است. بله. سر کدام برنامه بسیار کار کرده بودید که بسیار موفق شد با مردم و تا حالا شاید شما را صدا میکنه؟ آره تصادف بود. تصادف بود که از همکسبان گفت که تو سرود نمیخونی؟ گفتم نه خیر، برای چی؟ آن وقت من کاتب مسئول بودم در رادیو صدای دوشنبه. بله. گفت سرود بخون، آوازخوان شو. آن وقت من به خود گفتم که آها این میخواد که من آوازخوان شم، جای ما را بگیرن. به هیچ وجه گفتم من آوازخوانی نمیکنم. ولی ببینید بعداً چنین اتفاق افتاد که من آوازخوان شدم. اولین سرودتون پرنده ها هم رفتن؟ نه. کدام سرود؟ با صدای یار یار، یعنی با صدای یار یار رفتی زی من ای نگار، از تو وفا ندیدم ای دلبر دل آزار، رفتی روانی من رفت، عمر جوانی من رفت، رفتی روانی من رفت، عمر جوانی من رفت، این عشق دل گدازت ای آستانی من رفت. همین بود. سلامت باشین. زود راه یافتن به دل مردم اصلا چگونه با شما اثر شد؟ نه کاری آسان است، نه کاری دشوار است، کاری تقدیر است، کاری قسمت است. ببینید نوروز مثلا آوازخوانی هستند که 200 ترانه دارند ولی معروف نشدند. آوازخوانی هستند که همگی یک ترانه دارند، با اون ترانه محبوب هستند، مشهور هستند. و من تا آغاز پرنده های مسافر، یعنی پرنده ها همه رفتند، پرنده های مسافر، من 7 ترانه دیگر داشتم. شروع از صدای یار، صدای یار یار و همین پرنده ها. بله. سلام باشید. هوا سرده زبانم میپیچه. پرنده و ترانده، خب این گونه حالت ها پیش میاده. مثل آن که شما بالاتر یک سال رو دوبار تکرار برابر شدید. سلام باشید. خب بسیار با تمکین هستید شما و این ما حس کردیم. نمیدونم شاید در زندگی شخصیتون چگونه این ما رسیدگم نمیدونیم، ولی به هر حال در نظر ما چون یک شخصیتی بسیار با تمکین هستین.
چی شما رو بیشتر خشمگین میکند؟ تهمت، دروغ، نرنگ، فتنه. ولی شما در قبال من با تمکین نیستید. گرچه از شادی خورده های صدای من هستید و یک زمان رادیو می آمدید زود دیدار هم بله همین گوید که شنونده نمیدونم گوید نمیدونم. بله آن وقت ما شما تمکین داشته واقعا داشتیم تمکین. الان تمکین نه ولیم با تمکین هستیم. نه از میان رفته است. سلامت باشید. منبع درآمد کدام است؟ مثلا سرایندگی، محفل ها یا رویگیتون؟ البته آوازخوانی است. آوازخوانی است. و فکر میکنم نوروز اگر من مردانه اقرار بشم، اگر من آوازخوانی نمیکردم هیچ وقت خانه اجاره خودم را ترک نمیگفتم. من نمیگفتم یک روز که خیر ای خانه اجاره من. راستی ولی صنعت روزنامه‌نگاری، خامنه‌نگاری، سخنوری مقدم تر است، ماندگار تر است. یعنی شما گفتنی هستید که ما تنها یک راوی هستیم و تقریبا یک 20-25 سال در اجاره میمونیم. ممکن. سلامت باشین. نه ولی من در شما اجاره نشین هستید. بله. زیغ نشد من هم چنین بودم. درست است. صبر کن از غوره حلوا میپزد. این قاعده زندگی همین است. قاعده زندگی همین است ولی شما باید کوشش کنید. زحمت. درست؟ بله. کوشش کنید، زحمت کشید و کاری حلال کنید، پاکیزه کنید. حتما پاداش رنج‌هایتان را خواهید دید و نوروز جان ان شاء الله من باور دارم که در سال 2022 شما از خانه اجاره خود بیرون میشید. سلامت باشین. خدا خواهد. خب همراهتون یک پسرتون است. نامش چی است و ما بار اول میبینیم سو یک پسرک خوشرو و اگر شنونده‌ای که ولی ما را میبینن این ما ثبت داریم نفرانی که ما را دیده شدن فرزندی زیادین نورزود که اولین بار در اکران شما نمایان است فکر میکنم اولین بار میبینن. نامش چی است کمتر معلوم دید؟ خودشون صحبت میکنن؟ خواهش دارن؟ ای زبان داره چرا فرزندی ژورنالیست است. خواهششون هم میخوام بفهمم. خب سلام علیکم. و علیکم. بلندتر به بلند گوید نزدیک میشویم. نامتون چی است؟ نام من یاسین. یاسین جان سلامت باشین. سیم چی میخونید شما؟ سیم ششیا. سیم 6 در کدوم است؟ مؤسسه 54. 54 بهترین به نام لویق شیرالی است. درست است؟ خب امروز درس رفته بودین؟ بله. بعد چی درس خوندین؟ آموزگاران چی درس نشون دادن به شما؟ موضوع چی بود؟ گئوگرافیا. گئوگرافیا چی بود؟ سیاره زمین. سیاره زمین چگونه بوده است؟ سو. گرد است یا چارکنجه؟ سیاره زمین گرد است. مثل همین میز گرد است یا چارکنجه؟ چارکنجه است. چگونه؟ گرد است. سلامت باشین. یکون شعر میدونید؟ بله. بیاید ما از شما سرود میپرسیم. سرودای پدرتون گوش میکنید؟ کدوم سرودی پدرتون از یاد میدونید؟ راستش رو گوید. راستش رو گوید. گوش کن. کدومش از یاد میدونید سرودای پدرتون؟ نه اونقدر گوش میکنید. کی رو بسیارتر گوش میکنید شما؟ رپ بارون رو. میدونید یکون رپ؟ نه. از یاد نمیدونید. شعر میدونید؟ کمی یک شعر خونید. از تمام اینان گم کردگان زیش روتر نیست در روی جهان سان که گم کرده زبانی مادری با حرف میگوید با چندین زبان. این شعر کی است؟ لویق شیرالی. لویق شیرالی بهترین. سلامت باشین. تشکر. و نوروز جان بار اول است که همراه من در یک سودو شرکت میکنند و شما نمیدونید که با چی عذاب با چی مشقت من این رو از خانه بیرون آوردم بیا همراه من بیرون. سلامت باشین. ایشون دوست ندارن میکروفون رو بلندگویی رو. فرزندان من علیرغم من هستن. بله. نه فعال هستن. نفر که بار اول اینگونه صحبت کرده است از من خوبتر. خب شاید دنیایشون دیگر. سلامت باشین. چی استعداد دارید یاسین جان شما؟ فوتبال بازی. باز چی؟ رسم میکشد، رسم خوب میکشد. بهترین. از کدام فن بهای 2 میگیرید بیشتر؟ بهای 2 ندارم. بهای 2 ندارید. اگر بهای 2 گیرید پدرتون جنگ میکنه؟ بله. چی میگه؟ جنگ میکنه. چی با این بهای 2 که شما اومد؟ تمام. سلامت باشین. شما تو ترانه‌های خوب میگید برای ما، برای مردم، برای تماشابین، برای شنونده. از اما ترانه‌هایتون میتونید پارچه پیشنهاد کنید به ما؟ الان قصه هایی که یادم هست خیلی دور دراز هستن و نمیخوام که وقت شما رو بگیرم و ترانه هایی که از عشق هستند، از سعادت و صداقت هستند خاطرم راستی نمانده است. چون خاطرم وقت آخر ضعیف شده است و با بیماری اسکلروز، یعنی این طور بگم فراموش خاطری کم کم گرفتار هستم، یادم نیست. ولی آخرین ترانه‌ای که
همراه با جورابک احمد جان خواندیم، یک تن از شاگردانمان بهتر. آسان از شهر باختر که هم طبیب خیلی خوبم از جراح بله. و یادم هست. میتونید زمزمه کنید؟ اشون میخواد رو بخونم. مرحبا. به تو غم دارم، من تو را کم دارم. هی به تو غم دارم، من تو را کم دارم. خیر نبینی تو در دل علم دارم. خیر نبینی تو در دل علم دارم. خوب میدانم که یادت مانده است، بوی عطر از شنلی پیرهنم. بهترین. سلامت باشین. بهترین است. و میدونید راستی گپ، هر یک سراینده با خود یک سرودی دارد که دقت یک شنونده یا یک تماشابین رو بیشتر جلب میکنه. و از همه سرودی که برای من پسند است، میدونید کدام سرود است از اون شما؟ کدام است؟ آه از این لحظه دیدار، وا چه کوتاه و غریبه، لحظه دیدنت ای دوست، چقدر صدا زیباست. باری دیگر یا نصیبه، باری دیگر یا نصیبه. بهترین سرود است و وقتی که من گوش کردم همراه مطلوب خون بود، اگر خطا نکنم، و می گفتید که این سرود به کدام خاطر سرایده شد همراه مطلوب خون؟ به هیچ خاطر. به هیچ خاطر. همینطور سرود اصلا مکالمه دو نفر است و بخشیده شده است به آنهایی که در مهاجرت هستند. مثلا اونجا واژه های چون غریبی، چون مسافرت، چون وطن استفاده شده است. یعنی که در آنجا مکالمه میان زن و شوهر است. دو دل داده است که عزیزی من میخوام که تو زودتر برگردی. بله. من به تو چیکار میکنم؟ و مرد در جواب میگوید که عزیزم هرگاه که اگر خماری من میگیرد به من زنگ بزن. بله. و این ترانه رو با اون خاطر خواندم که آنهایی که در مسافرت هستند، بار مهاجرت رو میکشند، همیشه زنده باشند، پاینده باشند، سلامت باشند، خانهشان پری گندم باشد، هیچ وقت رنج و درد رو در زندگی نبینند. بله. برای یک ایجادکار، یک سراینده، یک نفر که زنده دل است، دویم از دست دادن نزدیکان چگونه است؟ خیلی بد است. نه تنها برای ایجادکار، برای عادی ترین، عامی ترین انسان از دست دادن یک شخصش فکر کنم تلفات خیلی بزرگ است. و از دست دادن اینجا با زیایه بودن، اهل قلم بودن یا کسی دیگر بودن هیچ ربطی فکر میکنم ندارد. مهم آن است که همان انسان نزدیک خویش را از دست میدهد، تلف میدهد. زیرا او بگذار دهقان باشد، مگر دهقان دل ندارد؟ بگذار مرد عرابکش است، مگر او دل ندارد، احساس ندارد؟ او هم برابر ما میسوزد، برابر ما میگرید، از چشمانش اشک میتراود. این مقول درست است که وقتی که نزدیکان یا پدر یا مادر از دنیا میگذرد بعد به قدرش میرسیم؟ درست است. واقعا. و وقتی که شما در فیته ها میبینین پدر یا مادر، چی تصور میکنید؟ خودتون رو چگونه تصور میکنید؟ هر بار که در فیته ها انخترش در نوارهای ویدیویی شادروان پدرم را میبینم حتما میگیریم. ولی از مادرم تنها عکس ها به یادگار دارم تمام. چون زمان مادرم از دنیا درگذشت، طوری که حالا ایشون مرا به نوار گرفته ایستادن، این گونه نوار برداری ها فعال نبود. همینطور. لیکن بیشتر شما با پدرتون بودید از گفتهای خودتون، مادرتون که بر وقتر گذشتن، لیکن بیشتر از مادر شما سخن میکنید در سرودهاتون، در نشستهاتون، در اونه که هم صحبت میشوین با روزنامه‌نگاران، از مادر صحبت میکنید. برای چی؟ در حکایت ها هم آمده 3 بار مادر یک بار پدر. بله. میگن جنت که رضای مادران است، در زیر قدم مادران است. خب مادر دیگر است ولی پدر هم خوب است. ولی فکر کنم که زیر سایه مادر بودن انسان هیچ وقت یتیمی را احساس نمی کنه. سلامت باشین. بیا در برای مادران یک سرود چور میسر پیشنهاد کنیم. خب یک شعر خوانده بودم از شاعر گرامی نیهانی. میخوام سرود ترانه برای من خیلی پسند افتاد و من خواندم و میخوام چند مصرعشو برای شما بخونم. مادر تو مرا عمر جان و جگرم گفتی، شعر و غزل شیرین شب تا سحرم گفتی، شعر و غزل شیرین
شب تا سحرم گفتی شبها سری گهواره من گریه و تو زاره آرام به شب گفتی ای شعر نرم گفتی آرام به شب گفتی ای شعر نرم گفتی قند و اصلم گفتی شعر و غزلم گفتی جان و جگرم گفتی. جان بله. و جگرم گفتی. سلام. ترانه ها که زیاد است، مصرع ها زود زود یادم بله. می رود. سال 2021 براتون چگونه بود؟ چی نویگری بود؟ چی کمی داشت؟ در قبال سال 2020 خیلی سال خوب بود. یعنی من برنامه کنسرتی خودم را اجرا کردم و باز بسیار کارهای دیگری بود که به اتمام رساندم، به انجام رساندم. در بسیاری از مناطق کشور برنامه کنسرتی انجام دادم. در مجموع سالی بد نبود، سالی خوب بود، چون همراه با فرزندان و همسرم یک روزگاری خوبم داشتیم، بد هم نبود، یک روزگاری میانه داشتیم. مهم صحت بودیم، سلامت بودیم. فکر میکنم این مهمتر است برای هر یک انسان. خب برای شما بیشتر درآمد اول چی میایستد؟ اویلا، صنعت یا اینکه؟ البته خانواده برای هر یک مرد مهمتر است. این خانوادهش است، سلامتی فرزندانش است. ولی اگر اویلا بگی و از صنعت کناره بجویی یا از کسبت کناره بجویی، هیچ مقصود حاصل نمی شود. پس دنبال هر دو باید رفت، چون این چیزهایی هستند که به همدیگر بوده نمیتوانند. که خانواده هم با کسب ما علاقمندی زیج دارد و ما از همین کسب شما فکر میکنم خانواده را سر یک دسترخوان گرد میآورد. و هر بیگاه که شما از رادیو امروز بیرون میشوید، وقتی خانه میروید حتما جگربندتان پیشوازی شما میدود و شد بر خالته دستتون مینگرد و به دستی شما من با امید نگاه میکنید که نوروز امروز چی آورد. سلامت باشین. تشکر. برای شما بزرگترین نقشه که تولی عملی نشد یا که مثلا در حالی عملی شدن است کدام است از شما؟ شاید تو آخری سال اون انجام بدهین یا که قریب تمام نقشه هایم، آرزوهایم شکر خداوند بزرگ که عملی شد و عملی شده ایستاده است. ولی انسانی که میگوید که من به همه آرزوهایم رسیدم، زندگی برای او تمام است. یا نفری که میگوید که من دیگر نقشه ندارم، زندگیش ختم شده، پایان یافته. و میگوید آرزو را در دل خود زنده دار تا نگردی سبزه خاکی مزار. و ببینید نوروز یک آرزو میکنید، آرزوتان عملی میشد و دنبال آن باز آرزوهای دیگر ساز میشد و همین آرزو کردن با آینده امید داشتن انسانها رو زنده نگاه میدارد. خوب نقشه ها زیاد هستند. نقشه هم باید فرزند کلانیم را که امسال در دانشگاه طبی کورس سوم میخواند خانه‌دار کنم. بهترین برای من که این اولین محفل است در خانواده هم، البته یک نقشه کلان محسوب می‌یابد. یعنی فرزندی اصلا کلانی شما علاقه در کورس سوم تحصیل میکنند. بله. و نقشه دیگر این است که باید دخترچه‌ام که امسال ختم مکتب میانه میکند باید داخل بشود. الان دو نقشه است پیش روی من، خانواده ما که باید سربلندانه از اجراش برایم. سلامت باشین. بهترین. خوب در طول حیاتی من بعدتون اون روزهایی رو که سپری کردین میخواین ادامه یابد یا اینکه چیزی رو تغییر دادن میخواین؟ همش رو تغییر میدیم، از سری نو مینویسم. یعنی کسب رو عوض میکنین؟ کسب رو هم عوض میکنم. چی کسب؟ هنر رو هم عوض میکنم. من نمیدونم چی چیز رو انتخاب میکنم، ولی اگر بار دیگر قسمت دست دهد و اگر خامه قسمت، خامه تقدیر دستی من باشد، دیگر گونه تر می نویسم. سلامت باشه. نمیدونم و من ناشکری نمی کنم. شکری هستی، شکری این بودن ها، این صحبت های گرم با شما، شکری بیشک کمی که خداوند تا این وقت برای من لایق دیده. من به همش هزاران بار شکر میگویم و خیلی خوشبخت هستم از آن که امروز مردم کم بیش مرا میشناسن و به هنرم ارج گذاشتن. این ناسپاسی خوب نیست. زیرا در زندگی پاسی محبت باید همیشه محبت باشد، پاسی آشنایی آشنایی. من ناشکری نمی کنم هیچ وقت. ولی
баъзан чизакҳое ҳастанд дар ин миёна ки наметавонам барои шумо бигӯям ё барои шунавандаҳо каму беш пурра нест, шояд каму беш тағйиротҳо илова мекардам. шумо дар мавриди он гуфтед ки поси муҳаббат бояд муҳаббат бошад, поси масалан амали нек бояд амали нек бошад, ошноӣ. поси мо чӣ гуна аст? поси шумо бале ман як чизро пурсам, чаро шумо ҳар бор ки як ҳарф мезанед ханда мегузоред? Агар ман ягон ҳарфи хандадор бизанам, шумо ханда не намегузоред. ман бас барои чӣ шумо мехоҳед ҳар ки ҷое ки- ҷалби таваҷҷӯҳ кунед, яъне ки На. Наврӯз он қадар ширингуфтор аст, бо зарофат ҳарф не мезанад, ин мардум аз ханда рӯдакан ҳастанд. он си хуб Наврӯз ҷон, шӯхӣ барои мекунам. чӣ ин суола барои шумо? воқеан суҳбатҳои шумо Бале. намакин аст ва ман шахсан худам туро шуморо гӯш мекунам. гӯш мекунед, лекин як рӯз эрод гирифтед ки ба ман на суҳбатат писанд аст на гапзаниаш. барои чӣ? ин сухану барои чӣ буд? Аз ягон нафар намедонам, шояд ягон нисбати ма ягон не сухану- Наврӯз, ман ба шумо фикр кунам ки ҳаққи устодиам дорам. беҳтарин аст. ман медонам. намегӯям Дуруст ки аст. ман дасти шуморо рост кардам, ман ба дасти шумо қалам додам, гуфтам ин гуна рафтор кун, он гуна, вале ҳамон суҳбатҳои сарироҳие ки дар хонаи радио бо ҳам доштем, фикр мекунам ки бояд ба шумо, ба рӯҳияи шумо таъсир гузошта бошад. ҳамнишинӣ на танҳо бо ман, шояд бо журналистҳои дигар, бо ровиёни дигар шуморо ба анамон курсӣ мулоима, курсии шумо Мулоим аст. бубин, бо курсии шумо аз курсии ман тамоман фарқ мекунад. охир инсоф нест. аслан бояд меҳмон дар он курсӣ дар ин бишинад. курсӣ нишинад. саломат бошед. оли баъд аз ҳамин суруд иваз мекунем курсиро, ман ира шумо дамедиҳам ва курсии шуморо ба худам мегирам. саломат бошед. воқеан ҳам Зиёддин Нурзод ҳаққи устодӣ доранд ва мо ба хонаи радио мерафтем. ҳатто лаҳзаҳое буд ки мо ба хонаашон рафта будем ва агар олиам дар ҳамон хонаашон бошанд, мо ба ҳамон ҷо рафта будем. пай қадам кардед, аз он ҷо рафтед. рафтем шумо. саломат бошед. ин хонаи навтон куҷо аст? ҳоло пас аз анҷоми кор шуморо мебарам. саломат бошед. хуб, худо кунад ки ҳамеша ҳамин гуна муваффақу тансият бошанд ва суҳбатро баъдан бо Зиёддин Нурзод дар қисмати дигар идома медиҳем.